سلام، من الهام هستم. قرار اینجا ریاضی رو به شکل درست و آسون یاد بگیریم. کلا دنیای پیرامون ما از مجموعه مختلف تشکیل شده. حتی کره زمین خودش یه مجموعه بزرگ هست. اتاقی که شما دارید توش زندگی میکنید یه مجموعه هست. کیفی که شما دارید یه مجموعه هست و اعضای اون مجموعه وسایلی هستن که داخل اون مجموعه قرار دارن. حالا یه مجموعه هست قابل شمارش نیست، تعداد اعضاشون نمیشه شمرد، بهش میگن مجموعه نامتناهی. و یه مجموعه هم هست که اعضاش قابل شمارش هست، مثلا مجموعه اعداد 1 تا 10. میدونم که 10 تا عضو داره و قابل شمارش میشه متناهی. مجموعه رو با حروف انگلیسی بزرگ توی ریاضی نمایش میدن و با آکولاد. آ مساویه با مثلا آ، X، Y، B و با 2 تا آکولاد باز و بسته که مشخص باشه. یکی از ویژگی های مجموعه اینه که اعضای اون مشخص باشن، یعنی بدونم که چی هستن. مثلا آ مساویه با A، B، C، D. به جای A و B و C و D میتونی هر چیزی بذاری. الان میگم تعداد اعضای مجموعه 4 تا هستش. حالا میگم آ عضو مجموعه آ هست. دقت کنید علامت عضو بودن رو به این صورت نمایش میدن. آ عضو آ هستش. حالا میگم کی آیا عضو آ هست؟ نه. پس که خط روی میکشم و میگم عضو آ نیست. کلا اعداد به 2 دسته تقسیم میشن. اعداد حقیقی که با آر نمایشش میدیم و توی کتاب یه خط کنار آر هم میذارن که نشون بده مجموعه اعداد حقیقی هست، و اعداد مختلف که با سی نمایش میدن. شما توی دبیرستان و توی راهنمایی با اعداد مختلف کاری ندارید، فقط در مورد اعداد حقیقی میخونید. اعداد حقیقی خودشون به 2 دسته کلی تقسیم بندی میشن که بهش میگن اعداد گویا که با کیو نمایش میدن و اعداد گنگ که با کیوکری نمایش میدن. اعداد گویا خودش به چند دسته تقسیم میشه و اعداد گنگ یه سری دسته اعدادی هستن که جواب دقیق ندارن. مثلا رادیکال 2. رادیکال 2 جذر کامل نداره، پس میگم یه عدد گنگه. رادیکال 4 جذر کامل داره. چه عددی در خود ضرب میشه 4 2، پس جذر 4 2. مثلا میگم رادیکال 9 جذرش 3 هست. چرا؟ چون 3 ضرب در 3 میشه 9. رادیکال 16 جذرش میشه 4. پس اینا اعداد گویا حساب میشن. اعداد گنگ اعدادی هستن که جذر کامل ندارن. حالا توی دبیرستان و توی دانشگاه یه عددی هم هست به نام عدد نپر. عدد نپر رو با این نمایش میدن و میگن که عدد گنگه. یا توی راهنمایی و دبیرستان با عدد پی آشنا میشید که عدد پی برابر با 3/14 هست. این قسمت اعشارش تا بی نهایت ادامه داره، فقط 3/14 نیست. پس میگن عدد پی یک عدد گنگه چون قسمت اعشارش تا بی نهایت ادامه داره. اعداد به چند دسته، به چند مجموعه مهم تقسیم میشن. یکی از این مهمترین مجموعه ها مجموعه اعداد طبیعی هست که با n نمایشش میدیم. مجموعه ها رو با آکولاد نمایش میدن، آکولاد باز و آکولاد بسته، و اعضای مجموعه رو داخل اون آکولاد قرار میدن و با یه و کوچیک از همدیگه جداشون میکنن. الان مجموعه اعداد طبیعی از 1 شروع میشه. 1 2 3 4 5 تا بی نهایت ادامه داره. 0 جزء اعداد طبیعی نیست. مجموعه که تا بی نهایت ادامه داره و انتها نداره بهش میگن مجموعه نامتناهی. و مجموعه دوم مجموعه اعداد حسابی هست که با W نمایشش میدیم و برخلاف اعداد طبیعی که از 1 شروع میشه، W از 0 شروع میشه، یعنی که همه چیزش با n برابره، فقط یه عضو 0 بیشتر داره. مجموعه سوم اعداد صحیح هست که با Z نمایشش میدیم. خیلی
اعداد صحیح مهم هستن و به 3 دسته تقسیم میشن: صفر، اعداد منفی، اعداد مثبت. اعداد صحیح و اعداد علامت دار هم میگن. اگه یادتون باشه یه محور بود میکشیدیم، میگفتیم نقطه وسط صفر، نقاط سمت چپ -1، -2، نقاط سمت راست هم مثبت 1، مثبت 2 تا بی نهایت. الان من به جای اینکه روی محور نمایشش بدم، داخل یک مجموعه نمایش دادم. از این طرف بی انتها ادامه داره، از این طرف هم بی نهایت یا بی انتها ادامه داره که بازم مجموعه نامتناهیه. مجموعه اعداد گویا رو نمیتونیم با اعضا مشخص کنیم. اعداد گویا اعداد کسری هستند که میام به این صورت تعریفش میکنم. میگم که 2 تا متغیر چی هست؟ متغیر اعدادی هستن که در حال تغییرن و چون نمیدونیم چی هستن، با 2 تا حروف کوچیک انگلیسی نمایششون میدیم. بعضی کتاب‌ها با X و Y نشون میدن، بعضی کتاب‌ها با A و B یا هر حروف انگلیسی دیگه که من اینجا با A و B نمایش میدم. میگم A و B. A و B رو بعد از کجا انتخاب کنم؟ از اعداد صحیح. میگم A و B متعلق به Z هست. به این علامت میگن علامت تعلق بودن. A و B متعلق به Z هست به طوری که این علامت هم یعنی به طوری که به قسمی که تعریف میکنیم کسر آبیوم را به شرطی که مخرج مخالف صفر باشه. الان آ توی صورت، بی توی مخرج، پس میگم بی باید مخالف صفر باشه. این میشه تعریف اعداد گویا. یعنی تو کسری رو نمیتونی پیدا کنی که مخرجش صفر باشه چون اصلا تعریف نشده است، اما کسری هست که صورتش صفر باشه. کلا هر کسری که صورتش صفر باشه و مخرجش یه عدد باشه برابر با صفر است. و اینکه کسر 0.0 هم نداریم، اینم یه عدد تعریف نشده است. خب حالا میخوایم مشخص کنیم که این اعداد جزء کدوم مجموعه هستن. منفی رادیکال 8 رادیکال 8 جذر کامل نداره، پس یه عدد گنگه. میگم عضو اعداد گنگ هست، عضو کیوپرین هست. 3/5 ساده نمیشه، یک کسره، پس عضو اعداد چی هست؟ اعداد گویا کیو. 3/5. 2/6 ساده میشه 1/3، ولی باز هنوز به صورت کسر هست، پس میگم عضو اعداد چی هست؟ عضو اعداد گویا. 0/1000. 0/1000 اگر کسری پیدا کردید که صورتش صفر باشه و مخرجش عدد باشه، اون کسر برابر با صفر هست. صفر عضو اعداد گویاست. عددی که عضو اعداد گویا باشه ممکنه عضو اعداد صحیح باشه، ممکنه عضو اعداد طبیعی و حسابی هم باشه. اعداد طبیعی صفر رو ندارن، پس عضو اعداد طبیعی نیست، یعنی یه عدد طبیعی نیست، ولی عدد حسابی هست چون صفر. عدد صحیح هم هست که در کل میگیم یک عدد گویاست. 0/0 هم تعریف نشده است، اصلا جزء اعداد گنگ هم حساب نمیشه، پس میگم این یه عدد تعریف نشده است. 5/0 هم تعریف نشده است. -2 به روی -1 میگم که این منفی رو در این منفی ضرب میکنم، میشه مثبت 1. منفی در منفی میشه مثبت 2. 1 2 تا میشه -2. -2 یه عدد طبیعیه، عدد حسابی هم هست، عدد گویا هم هست. ما میگیم اعداد گویا اعداد کسری دیگه، پس من میتونم بیام بگم که اگه یه مخرج 1 بهش بدم جزو اعداد گویا هم حساب میشه، پس 2 عدد گویا هم هست. رادیکال 5 جذر کامل نداره، پس میگم جزو اعداد گنگه. متعلق به چی؟ کیوپرین.